سلام، به یه ولاگ دیگه از گردش هفتگی ما. این دفعه این جمعه قرار با هم بریم خاندرسی ارومیه. خوش اومدین. این منم با داییام، بچه داییام که با هم به خاندرسی ارومیه میریم. تو آسانسور دایی دیگه‌مو دیدیم که تخم مرغ به دست داره میره سمت واحدشون. اون یکی داییم داره ماشینو چک میکنه که آماده آفرود باشه. بچه دایی عزیزم علیرضا رو میبینین که مثل اکثر همنسلیاش دائما سرش تو گوشی و هیچ اعتراضی رو هم قبول نمیکنه. یسنا و نورا هم که طبق معمول همه اتاقشون رو خالی کردن تو ماشین و عروسکی باقی نداشتن. بعد از طی مسیر بسیار زیبا و دیدنی رسیدیم به لوکیشن اصلی که اینجا 4 فصل سال همیشه پر از آب بود و یه رود خیلی زیبایی توش جاری بود که الان به خاطر خشکسالی یه آب باریکه کوچیک مونده که جلوتر بهتون نشون میدم. هر روز هفته کوهنوردای زیادی این مسیر خیلی زیبا و دیدنی رو طی میکنن و از کوهنوردی لذت میبرن. وقتی مسیر رو یک مقدار جلوتر میریم یواش یواش یه جویبارهایی دیده میشه. طبق معمول از راه نرسیده بچه‌ها گشنه میشن و ما باید سریع بساط ناهارشون آماده کنیم. منتها سگ چوپون یه جوری مظلوم نگاهمون میکرد که بیشتر از ما ساندویچ خورد. فکر میکنم خیلی باگت دوست داشت. خدای کوهنوردی با بچه‌ها دیدن شور و شوقشون یه صفای دیگه ای داره. شاهد رقص پرشر و شور و زیبای محلی هستین. خدای این کمپرها عجب اسپیکرهای باحالی دارن. اونجا برای گوسفندا کنسرت زنده اجرا کردن. بعد از اینکه از نورا خانم گل زعفران وحشی هدیه گرفتم، این دفعه نوبت علیرضای مهربون بود که نمیدونم از کجا یه مقدار زازالک کوهی پیدا کرده بود و حسابی نوش جان کردیم. به قول خودش طعم میوه بهشتی میداد. بابا آقا اصلی دا نورا و یسنا که فقط توی فضای باز اجازه پشمک خوردن داشتن حسابی از این فرصت استفاده کردن. مو اگه این ولاگ جمعه گردی ما رو دوست داشتین لطفاً کانالمو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بیشتری براتون بذارم و بیشتر با هم آشنا بشیم. فعلا بای بای.